اگر تو واقعا خود چیست که روزگاری اول مامور قمتیر شد، نه درس قرآن بود نه درس حدیث. مسلمان هستی فقط یک نماز بخوان، دیگه چیزی که از دست نکرده برو، یک دفعه در مسجد داخل شو نماز بخون، مسلمان هستی. اینطوری خو نمیشه. قال خرقتها لتغرق اهلها، گفت موسی علیه السلام تو پاره کردی بنا به جذبه شرعی که موسی علیه السلام داره. چرا هر پیغمبر امیر کم جذبه داره، امیر کم غیرت داره، منکر دیدن نمیتونه، وعده خدا فراموش هم کرده، اگه فراموش هم نکرده حق اعتراض داره. قال خرقتها، تو پاره کردی لتغرق اهلها که غرق بسازی اهل کشتی را. لقد جئت شیئا امرا، یقینا آمدن کردی به تو یک چیزی که زشت است، تلخ است، زشت است این کار. قال خضر علیه السلام میگه الم اقل انک، نگفته بودم که یقینا تو لن تستطیع، هرگز توانمندی نداری معی امرای ما صبر از صبر کردن که تو سوال نکنی. قال موسی علیه السلام میگه لا تؤاخذنی بما نسیت، این فراموش کرده بودم وعده را، نگیری تو مرا با آن چیزی که فراموش کردم. ولا ترهقنی مرا مکلف نساز، سر من ننداز من امری، از امری ما، از مسئولیت ما عسرا، دشواری و سختی را سر ما زیاد نکنی، سخت نگی قدر. گاهی تلطف و نرمی به کار است. کلان برای بامرای خورده همیشه سخت نمیگیره، یک چیزی نرمی بکن، یک چیزی نرمی بسیار کارا را جور میکنه، بسیار کارا را جور میکنه. زن یک کمی خرابی کرد، یک کمی نرمی کار بکن، پسان امو گپ خوب به خود حل میشه. اگر اموج از شدت کار گرفتی، یک طلاقی دی، دویت سید، هر روز که میبینی چی است؟ تلفن. او تلفن با کی میشه؟ مولای صاحب که میگه او 3 طلاق داده، حالی دیگر را ندارم، یا پیش مولوی متوکل برو. چرا پیش ما روان میکنی؟ نه، در عقیده پیش ما روان که پیش مولوی متوکل برو ترجمه بکن که عقیده جور شوه. در طلاق روان میکنی، تو را چی شده که فتوا نمیدی؟ یک کمی آسان گیری که باشه برای آدم کلان، بسیار گپا جور میشه. اولادی دمی طور یک دفعه زشت میشه، از دانت اینطور چیزایی میبره که پرسان نکنه. نه، یک کمی موسی علیه السلام میگه بسیار به دشواری مرا نگی. قال فانطلقا، هر دویشان روان شدن، حتی اذا لقیا، تا که وقتی ملاقی شدن غلام امرای یک بچه که نابالغ بوده، از خاطر غلام برش گفته، و بعضی میگه که نه بالغ بوده. چرا؟ به خاطر که صفت طغیان برش گفته شده، این قابلیت قتل داشته، از خاطر این نابالغ نبوده، بالغ بوده. فقتله، قتل کرد خضر علیه السلام این بچه را، یعنی او را گرفت شه به سنگ سرش چی کرد؟ زد به زبیل خوابان شه، بعد از او سرش جدا کرد. چرا که در روایت ها مختلف آمده که سرش بریده، ذبح کرده، قطی سنگ زده، خوابانده. بله، اول قطی سنگ زده، باز خوابانده، باز ذبح کرده، باز سرش جدا کرده. کلی کارا داشت چی شده. قال قتلت نفسا زکیتا، موسی علیه السلام اعتراض کرد تو قتل کردی یک نفسی پاکه، یعنی که ایج نوع حقی قصاص سرش نبوده، بغیر نفس، بدون کدام نفس، تعرض به کدام نفسی دیگه نکرده که قابل قتل باشه. لقد جئت شیئا نکرا، یقینا تو آمدن کردی به یک چیزی نکرا که خیلی نامعقول است، از عقل دور است. قال الم اقل لك، خضر علیه السلام میگه نگفته بودم برات انک لن تستطیع، که یقینا تو هرگز توانایی نداری معی امرای ما صبر کردن. قال گفت این سألتک، موسی علیه السلام میگه اگه بعد ازی سوال کردم، عن شیء، از کدام چیزی بعدها پس ازی، فلا تصاحبنی، امی دیگه مرحله آخری شد. قد امرای نکو، قد بلغت، جدا کو مرا دیگه، قد بلغت من لدنی، یقینا تو رسیدی از طرف ما عذرا، در عذر، یعنی آلی تو معذور استی اگر مرا جدا میکنی، من حق ندارم. فانطلقا، روان شدن، حتی اذا اتیا اهل قریه، تا ای که آمدن در پیش اهل قریه، استطعما، طلب طعام کردن خوراک، از اهل قریه، فابوا، انکار کردن اهل قریه، ای ضیفوهما، که اردو را میمون نوازی کنه. فوجدا فیها جدارا، اردو خضر و موسی علیهم السلام یافتن یک دیوار یوریدو، که اراده داشت، یعنی مایل بود، این قد کیو بیفته میده شوه، فاقامه، او را پس راست کرد موسی علیه السلام به طریق معجزه، گرفت دیوال پس درست شد. یا ایسته که او قریب افتاده میرفت، پس هر دوش تیله دادن، پس چیسته در جای خود جا به جا شد. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، موسی علیه السلام میگه
اگر میخواستی عالی پیشنهاد موسی علیه السلام انتقادی نیست، یک نوع چی است؟ بگوی سوال است، سوال پرسان است، پرسان. لاتخذت علیه اجرا، تو میگرفتی بالایش مزد. چرا؟ به خاطری که ما گشنک توشنه هستیم او تو همینطور مفت بی اجرت برای از یا کار کرده رایستی. مردم هم مردم نیک نه. قال هذا فراق بینی و بینک، خضر علیه السلام میگه اینمی جدایی در بین ما و بین توست. سأنبئک، زود است که خبر بدم تو را به تاویل، به تفسیر ما آن چیزی لم تستطع که تو توانمندی نداشتی علیه، بالای چوب ماندن از او صبر، از صبر کردن توانی صبر نداشتی به چوب ماندن. حال حالاتش منکشف میکنم که چی گپاست، چی گپاست. اما سفینه تو هرچی کشتی بود فکانت بود لمساکین، برای مسکینا مردمای ناتوان بود، فقط کفاف روزیشان کل نان و نفقیشان وابسته به می کشتیرانی بود. یعملون فی البحر، که کار روزگار میکرد در می بحر. فاردت ان اعیبها، ما اراده کردم که او را عیبناک بسازم. و کان وراءهم بود پیش رویشان ملکون، پادشاه ظالم بود. یاخذ می گرفت کل سفینه غصبا، هر کشتی که جور بود او را غصب می گرفت در بیگار روان میکرد. بیگار کشی را خو میفهمی. دولت یک دفعه را بند میکنه، میگه الا موترا را اسکرا را دش بشانه. کدام موتر روان میکنه که کمی چی باشه؟ تزک باشه. موتری که کمی دندقه باشه میبرشه؟ نمیبرشه. از او خاطر همیشه موتر والای دندقه از بیگارا چیست؟ در زمان مجاهدین دیگه پا خیلی زیاد میشد. خب هر کس که موتری خوب داشت دیگه هر روز در کجا بود؟ در بیگار. مرکبی خوب داشت در کجا بود؟ در بیگار. بایسیکل خوب داشت در کجا بود؟ در بیگار بود. از او خاطر ایرا پادشاه ظالم در بیگار میگیره. او نان نفقی مسکینا خسری نمی کشتیرانی است یا چی میشه؟ چشمه حیات میگه در حدیث آمده است؟ نه، در حدیث نامده، تنها در روایات همونطور ذکر شده که او آب میخورد حرکت میکرد یک چیزی، و او شاید به طریق معجزه باشه، نه به طریق دائمی یک چشمه باشه که کسی بره او جواب بخوره همیشه دائم زنده باقی بمانه. خب خضر علیه السلام حالی تشریع امو سوالایی را یا او چیستا حوادثی را میکنه که موسی علیه السلام سرش صبر نکرده. اول موضوع سفینه بود. خضر علیه السلام سفینه را به خاطر تختیش کشیده بود که مسکینا از کار و روزگار نمانه و یا امو کفافشان بکنه. در اینجا دو درس برای ما است. یک درسی است هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هر کسی که امرای تو نیکی میکنه تو باید امرایش نیکی بکن، اما نیکی کردن متناسب می باشه. یک قسم نیکی امرایت میکنه مطابق توانمندی خودش امکاناتش، تو دیگه قسم نیکی امرایش میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همینطور بود. زمانی که کسی امرایش کاری نیک میکرد باز در عوضش یک کاری نیکی دیگر پیغمبر علیه السلام برش میکرد. مثلا یک آدم دیهاتی برش شیر و گپا می آورد، پیغمبر علیه السلام سودای بازار و شهر برش میگرفت، پس امو نیکی از او را مجرا میکرد. انبیاء علیهم السلام خوی خاصیتشان همیسته که هرگاه امرایش کسی خوبی کرده او را نگذاشته، حتما در مقابلش خوبی را انجام داده. و یکی از جمله صفات مهم یک انسان متعهد است. هر مؤمن باید تلاش داشته باشه در صورتی که یک کسی امرای تو خوبی میکنه تو در صدد خوبی از او باشی، به قدر امکان به ما اندازه که توان داری تو باید خوبی بکنی. این صفت مؤمن است. اینطور نباشی که کندخور از دیگران تقاضای احترام و تعظیم و نیکی را داشته باشی اما خودت همیشه برش زیان و نعوذ بالله ضرر برسانی. این دیگه صفت منافق است، نه صفت مؤمن. مؤمن همیشه در تلاش عزیز که نیکی کسی را پس مجرا بکنه و این طور هم نشوه که نعوذ بالله نیکی کسی را باز به بدی بدل کنی. این دیگه ظلم و جفای بزرگ است. الله آدم نگاه بکنه. درس دوم در اینجا که برای ما واضح شد است که حالت ظاهری امی عمل خضر علیه السلام این ناروا معلوم میشد، اما باطن از این امر خیلی چیستا معقول و مناسب بوده. درس عظیم از همی سه واقعه که این مشترک است. این نکته است که آدم همیشه سر ظاهر مطابق عقل ظاهری خود فیصله کرده نمیتونه، بلکه اصل مصلحت به الله معلوم است
خود به الله تسلیم کردن این امر خیلی مهم است. مؤمن تمام امور خود به الله حواله میکنه. از همون خاطر اگر کسی را دیده که پدر یک اطفال وفات میکنه که کل اطفال کلش خورده است، 8-9 دانه باقی میمانه، هیچ کسی سرنوشت سازم برایش نیست. یک انسان نگویه که اینیا چی رقم میشه، یا نعوذ بالله الله به موقع پدر یزیر وفات کرد، قطعا انتقاد و اعتراض کرده نمیتونی. چرا؟ اصل مصلحت پنهان به الله متعال معلوم است که چقدر مصلحت ها او موجود است. یک آدم وفات میکنه، به صدها خانواده دیگه توسط تعلیم و تربیه و کمک امی ایتام الله وارا مستحق جنت میگردانه. چرا که انتظام یزیر میکنه، الله بر ازوا اجر میده. از او خاطر حکمت ها و اسرار نهانه ما نمیدانیم. فقط تسلیم شدن به قضا و فیصله الله متعال و هیچ حکم الله را بی مصلحت ندانستن، این شان مؤمن است. از همون خاطر کسی اولاد نداره نگوید چرا برای ما اولاد داده نشده، کسی بچه نداره نگوید چرا برای ما بچه نداده شده، کسی زن است نگوید چرا مرد نیستم، کسی مرد است چرا زن نیستم، کسی مال نداره چرا مالدار نیستم، کسی جمال نداره چرا جمال ندارم. این کلش انتقادات سری تقدیر الله متعال میشه. انسان باید خودداری کنه و تسلیم کنه به قضا و فیصله الهی. در کدام موقعیت و امکاناتی که تو در دست داری، در کدام موقعیتی که تو هستی، امیر الله فیصله کرده، تو سرش راضی باش. به قدر استطاعت خود در این مرحله تابعداری مکمل حکم الله را بکو. اگر یک آدم مال زیاد داره در مقابل مال زیاد مکلف است، کم داره کم مکلف است. یک آدم علم داره در مقابل علمش مکلف است، مسئولیت داره. یک آدم نفوذ اجتماعی داره در مقابل نفوذ اجتماعیش است. مرد است در مقابل مردی خود مکلف است، مسئولیت داره. زن است در مقابل انوثیت خود مکلف است، مسئولیت داره. هیچگاه این موضوعات زیاد تا و بالا در سر زبان نکنه، به خاطر که عقل ما و دید ما خیلی ناقص است، نهان نمیدانه، رازها را پنهان نمیدانه. حتی موسی علیه السلام از این رازها خبر نداشت. چه جایزی که موتو باشیم در حالی که ظاهر امر بالکل گپ خراب و نادرست معلوم میشد، اما باطن آنقدر موزون و معقول بود که هیچ پرسان نکنه. چقدر غمخوری مساکین خورده شده در دین، در شریعتی که الله روان میکنه. در هر تاریخ حالات مسکینا را مردم در نظر گرفته و وامون قدر مردمی با احترام بوده. از او خاطر خضر علیه السلام به اندازه امکان و توان خود کمکش به او مردم رسید و از بیگارکشی پاچای ظالم وارا نجات داد. یک موضوع شد. بعد از او و اما الغلام فکان ابواه، هرچی بچه بود پس پدر و مادرش مؤمنین خب متعهد موحد بودن. فخشینا، خضر علیه السلام میگه ما ترسیدیم، ایرهقهما که غالب بیا بالای پدر و مادر، طغیانا از روی سرکشی و کفر از روی انکار. واره مبتلا به چی نکنه سرکشی. چرا؟ بس اوقاتی طور میشه پدر و مادر متدین است اما بچه آنقدر سرکش است در خانه تلویزیون میاره، باز زود دو فیلم های غلط میمانه. پدر و مادرم یک روز 2 روز 3 روز آخر قطشی میشه، عادی میشه. بعد از اون نعوذ بالله سبب کفر نشوه. بس اوقات پدر و مادر به خاطر بچه خود کفر اختیار میکنه، نعوذ بالله. و این گپی واقعیت است. پیشتر که براتون گفتم زن آماده به زنا هست، زن آماده به ایست که به یک آدم پودری زناکار زندگی کنه به خاطر اولاد خود. این است که اینجا کفر ورزیدن است، نعوذ بالله، به خاطر اولاد. الله متعال میگه که نه، انسان باید اینطور نباشه. الله متعال خواسته بود که مؤمنا چون اراده درست داشت، تصمیم و نیت صالح داشت، از او خاطر الله نخواسته بود که توسط بچه طغیانگر یا از این حالت و عقیده برگردن. درسایی که در اینجا بر ما داده شد این بوده که عقیده امر خیلی اهم بوده. اگر بچه از بین بره عقیده از بین نره، اگر چیسته اولاد از بین بره دین آدم از بین نروه. اما امروز ببینه که دین از بین میره به خاطر اولاد، نعوذ بالله. که اولاد چی شوه؟ اولادم در فلان جا است. مردم کفر نمیگه به خاطر اولاد خود. مردم قطع کفر جنگ نمیکنه به خاطر اولاد خود. اولاد سبب کفر مردم گشته، الله نگاه بکنه. نه، عقیده اهمیت داره، اولاد اهمیت نداره. چرا؟ عقیده سبب نجات تو در آخرت است، اولاد سبب نجات تو در آخرت شدن نمیتونه. از او خاطر عقیده اینقدر اهمیت داره. دوم درسی که در اینجا برای ما داده شده است که صلاحیت پدر و مادر
یعنی زمانی که او عقیده داشت الله متعال اسباب نجات برش مهیا کرد. اگرچه بچه اگر کلان میشد سبب گمراهی پدر و مادر میشد، اما قبل از او الله متعال انتظام کرد. معلوم شد اینجا بر ما واضح شد که اولاد آدم میموره، حتما زنده ماندنش خیر نمی باشه، شده میدانه زنده ماندن سبب قتل خودشان شود. امی بچه پدر و مادر را بکشه، امی بچه پدر و مادر را مبتلا به عقیده خراب بکنه. از او خاطر انتقاد نمی کنی که چرا اولاد مرا در حالت جوانی کشت یا در حالت خردی گرفت و بسیار خفه می باشه. نه نه، فیصله الهی است، تسلیم شو به فیصله الله متعال که الله حکیم ذات است، او خوب میدانه. این درس برای ما ثابت شد. دیگه مسئله در اینجا برای ما واضح شد که موسی علیه السلام چون در شریعتش قتل ناحق ناروا بوده. معلوم شد که در بنی اسرائیل هم فقط قصاص در وقتی میشد که آدم قاتل می بود، دیگر رقم کشتن نمیشد. این را قتل به حق میگه. اگر کسی یک نفس قتل میکنه باید کشته شود. در غیر از او خون یک مسلمان قدر و قیمت بیشتری داره. از او خاطر انتقاد کرد موسی علیه السلام بالای کی خضر علیه السلام. باز چی میگه؟ و فاردنا یبدلهما، ما اراده کردیم که بدل عوض بیاره برای می پدر و مادر ربهما پروردگارشان خیرا منه، بهتر از این بچه کده. زکات از روی پاکی. اینجا زکات عبارت از عقیده پاک، اخلاق پاک، عمل پاک و اقرب رحم، خیلی نزدیک باشه از روی شفقتشان بیشتر باشه و از نگاه عقیده و چیان پاک باشه. از آیت برای ما واضح میشه که بهترین اولاد کدام است؟ اولادی که از نگاه عقیده صاف و پاک باشه، مزخرف، ظالم، عاصی، گناهگار نباشه. یکی شفقت و مهربانی زیاد بالای کی داشته باشه؟ پدر و مادر داشته باشه. این اولاد درست است. قرآن کریم میگه که این اولاد عوضش ما برش میدیم. از همون خاطر است که بس اوقات الله متعال یک ولد میگیره به خاطر که او ظالم میباشه، دیگه اولاد الله نصیبت میکنه. و اما الجدار فکان لغلامین، هرچی دیوار بود برای دو بچه یتیمین که و یتیم باقی مانده بودن فی المدینه در شهر، و کان تحته کنز لهما، بود در زیر نمی دیوار کنزون خزانه لهما برای هر دو، و کان ابوهما صالحا، پدر و مادرش مردمای نیک بودن. فاراد ربک، پس اراده کرد پروردگار تو ای بلغا که برسه شدهما، در جوانیشان، در درایت و فامیدگیشان، و یستخرجا کنزهما، بکشم و خزانه خدا، رحمتا من ربک، این رحمت است از جانب پروردگار که در حال یتیمی و بی سرپرست الله اینطور انتظام حفاظت خزانه از یاره کرده. خضر علیه السلام کجا؟ موسی علیه السلام کجا؟ بچه ها کجا؟ خزانه حفاظتش کجا؟ الله که اسباب مهیا میکنه برای حفاظت کسی، اینی رقم چیسته راه ها را برش مهیا میکنه. و ما فعلت عن امری، کلی کارا را که کردیم از سری خود نکردیم، این کارا را انجام ندادیم عن امری، از اختیار خود یا به اجازه خود. و ما فعلت عن امری، ما این کار انجام ندادیم از اختیار خود. ذالک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا، اینمی بود رازی یا تفسیر و تشریح آن چیزی که تو توانمندی نداشتی بالایش از صبر کردن، که خود نگاه میکردی انتقاد یا سوال نمیکردی. در این آیت بر ما واضح شد صلاحیت و نیکی پدر و مادر حتی بعد از مرگم به درد میخوره. الله متعال حالات اولاد خوب کرده. بزرگای دین سابق در سلف ما اینطور کسایی بود که وقتی که روز میشد که اولادشان یک کمی نافرمانی میکرد، شب تهجد ادامه میداد. کسی سوال کرد که چرا تهجد باز ادامه دادی؟ گفت من دیدم که در اولاد نافرمانی پیدا شده. هر قدر که پدر و مادر نیکوکار باشه، اولاد الله صلاحیت داشت میندازه، اولادش نیکوکار میشه. این بسیار تاثیر داره در تربیه اولاد. و دیگه برای ما واضح شد که الله متعال پدر و مادری که صالح باشه و نیت ارادی خوب داشته باشه، اولادشان هم حفاظت میکنه. حتی در مورد مالشان الله متعال طور اسباب مهیا کرده. چه جایی از این که یک کسی پدر و مادر صالح باشه، اولادش الله همونطور ضایع نمیکنه، الله برش نصیب میکنه امور راه های هدایت که الله خواسته باشه. از او خاطر معلوم شد که انسان باید چیست تلاش بکنه خود صالح بسازه، به خاطر که صلاحیت تو تاثیر در صلاحیت اولادت هم داره. و اینجا دیگه موضوع برای ما این معلوم شد که حفاظت مال دیگر را به قدر امکان
این سری هر مسلمان فرض است. اگر حفاظت مال دیگه به شاهدی دادن میشه، تو باید شاهدی بدی که برات معلوم باشه که حقش است. حالی از شهادت انکار نکنی. در پیش روی تو یک کار انجام داده، برات معلوم است امو کسی که مال برش داده شده انکار میکنه، تو بالکل شاهدی بده که نه، من باوجود بودم که برای تو مال داده شده. احیای حق مسلمان این امر لازم است، تو باید حفاظتش بکنی. او یکی حفاظت مالی طور است، یک کسی را میبینی که یک چیزش در حالت خطر است، دزد میبره، بگی برش تسلیم کو، موترش یک چیزی میکنه. هر جایی که یک مال مسلمان دیدی که در حالت خطر است، تنبیه دادن، خبر کردن، شاهدی دادن، یعنی اسباب و وسایل حفاظت مال از او سری تو امر ضروری است. چرا مسلمان نو کسی است یحب لاخیه ما یحب لنفسی، چیزی را که برای نفس خود میخواه برای برادر خود هم میخواه و هیچگاه فرق نمیکنه در بین مال خود و مال کسی دیگره. اینمی احساس اسلام است و اینمی چی است؟ تعلیم اسلام است. در این آیات ها هم خضر علیه السلام حفاظت مال دو یتیم کرده که به خاطر که ضایع نشود. برای ما واضح شد که وقت حفاظت مال یتیم امر ضروری است، خود یتیم حفاظتش بسیار امر ضروری تر است. از دو خاطر انسان تلاش بکنه یتیما را کفالت کنه، تعلیم و تربیت از وارا درست کنه، حالات زندگیش پرسان کنه، در کارهای غلط و نادرست نگذارشه. الله متعال رحم بکنه. اکثر یتیما در مستری خانه میره، اکثر یتیما در هتل خانه میره، انواع مظالم سری و مردم شده رایسته. الله رحم بکنه. این بسیار سخت است. اینجا یتیم ملاهای ما، آجای ما، ملکای ما دور از حق پرستا و مال یتیم، خود یتیم حفاظت چی که از مالش هم نمیکنه. دمو روزا قرمه پلو کده خورده میروند، ایج به نام اسقاط و ختم و بگوی جمعی و چلی و سالپورگی زده میروند. نمیگه که مال یتیم است، خوردنش حرام و نارواست. از آیت بر ما واضح شد که مال یتیم باید حفاظت شود به قدر الامکان، اندازه که تو توانمندی داری و بعد تو چی بکنی؟ برش آباد بکنی. دیگه موضوع است که در اون زمان هم خزانه ها پنهان کرده میشد. راه حفاظت خزانه و رسیدن در دست اولاد این صورت های متنوع داره. بعضی مردم جایداد خود پیش از پیش به نام اولاد خود میکنه که سبا جنجال برش نباشه، یا یک راه حفاظت مال اولاد است. موضوع دیگه که برای ما ثابت شد متعلق کل بود. خضر علیه السلام به اختیار خود کارا را انجام نداده، فرمان از جانب الله متعال است. معلوم شد که الهام نیست بلکه وحی الله متعال است. خضر علیه السلام خبر داده که کارا را بکو و متضمن اینمی قدر مصلحتای بزرگ است. از او خاطر موسی علیه السلام شرح حال کرد و این گپ برش واضح کرد. معلوم شد که دلیل بالای عزیز است که خضر علیه السلام پیغمبر بوده و موسی علیه السلام گپای معقول از این شنیده، بالکل تسلیم شده. علم موسی علیه السلام علم شریعت بود، علم خضر علیه السلام علم تکوین بود، طریقت نیست. علم طریقت علم تکوین بود، یعنی حوادثی که در جهان رونما میشه، مصلحت زیر کی میفهمه؟ الله. باران میشه نمیشه، گرمی میشه نمیشه، این کلش گپا، فلان میموره فلان زنده میشه. و یسألونک عن ذی القرنین، از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام در مورد ذی القرنین. قل بگو سأتلو علیکم منه ذکرا، زود است که تلاوت کنم بالای شما منه از ذی القرنین ذکرا، چیزی یادآوری را. پیش گفته بودیم که یک سوال یهود که برای مشرکین مکه گفته بود در مورد ذی القرنین بود. ذی القرنین چرا ذی القرنین میگه و کی است؟ قرنین خاص دو شاخه میگه، دو شاخه. این کی است همی ذی القرنین؟ چرا بر ذی القرنین میگه؟ کسی میگه این آدم مویای خود دو چوٹی واری جور کرده بود، مویای کلان کلان مانده بود. در بعضی قوما امی گپا رواج آمست تا آلی را در بعضی مردم ها امی طور مردم پیدا میشه که گیسو میمانه، باز چی میکنه؟ او را در یک طرف در دیگه طرف مثل زناواره میبافه، چوٹی جور میکنه شه. از او خاطر یک پاچایی که تیر شده این کارا را کرده میگه ای طور گیسو داشت، از او خاطر ذوالقرنین برش میگه. بعضی میگه که نه، ذوالقرنین به خاطر برش میگه که سرش امی طور دو چندک واری داشته، از او خاطر ذوالقرنین است. بعضی مردم ها امی طور میباشه دو، لیکن راجح قولی است که اینجا مراد از ذوالقرنین به خاطر میگه که دو مشرق و مغرب پاچایی کرده، یعنی صاحب دو قرن است
یعنی در دو شاخی مشرق و مغرب تسلط اختیاراتش بوده. و بعضی میگه ذوالقرنین به خاطر میگه که عمرش زیاد بوده، 2 قرن، 1 قرن 100 سال است تقریبا، این 2 قرن زندگی کرده، از خاطر ذوالقرنین میگه. این توجیهات متنوع است. خب بله، قرآن کریم که یاد این شخص میکنه، شخصی نیکوکار است، برای پیاده کردن عدالت مبارزه کرده که در آیات ها برای ما ذکر میشه.